بچه ها امروز اومدیم با گیم پلی پارت دوم بازی گولفینگ اوورید و من اومدم از اینجا شروع کردم که وقت شما از بین نره که افتاده بودم از اینجا که افتاده بودم و بریم شروع کنیم دیگه. و اینو دارم تو موبایل یکی دیگه انجام میدم چون که موبایل خودمون باگ داشت. الان میبینی این چقدر روونه و بله بریم که ببینیم امروز میتونیم تموم کنی بازی یا نه. من این جاها رو توی فیلم دیده بودم، یه بقیه‌اش رو تو فیلم دیده بودم و میشناسم، یه جورایی میشه گفت. خب میپریم تا Hey, you're almost there. What you have done is pretty incredible. It's heroic. You are my hero. اینجا دیگه آخراشه، تموم شه و اتمام. Well done. این صحنه زیبا رو بله و این هم اتمام بازی گولفینگ اوورید. البته مراحل بعدم داره که مرحله دومش ما همین الان میریم. خب از پرچم باید عبور کنم، بیایم این ور پرچم و بریم روی این خورشید بزرگه و زمانی که بریم پشت این خورشید بزرگه و مرحله بعد آغاز میشه. میبینیم برعکس شد، قبلا توپ این ور بود حالا اومد این ور و همه چی جابجا میشه. مثلا این درخته رفته اون بالا. به نظر تو من اینا رو از کجا میدونم؟ چون داخل یوتیوب هم گذاشته بودم فیلمشو. اگه میخوایم بریم فیلمشو که ببینیم توضیح میده مراحل بعد گولفینگ اووریدو، یا اگه میخواین بیاین این فیلم منم ببینیم که میتونین قشنگ مراحل گولفینگ اووریدو بفهمین. کلا 4 تا مرحله داره که مرحله اولش ما تموم کردیم و الان اومدیم مرحله دوم. 4 تا بود یا 5 تا بود نمیدونم، حالا با هم تمام مراحلشو میریم میبینیم. من همه اینا رو تو فیلم دیدم، مگر نه هیچ کدومشون رو نمیدونستم الان اینا چی. و راستی لایک و سابسکرایب بکن حتما. خدا رو این اومد حداقل یه بارم که شده نجاتمون داد. یه بارم البته نه آخش قلبم ایستاد. نه آها خدا رو شکر نجات پیدا کردیم، نمردیم و زنده پیدا شدیم. نه طوری نیست. فدا سرت، ما ویدیو رو استاپ میکنیم برسیم به همونجا.
خب بچه ها ما دوباره رسیدیم این بالا. اینجا همون جایی که افتادیم. وای خدای شکر خدای شکر این دوباره نجاتم میده. شانس دارید. این بالا. خب رسیدیم به اینجا خیلی سخته. وای چرا همچین چیزی باید درست کنیم؟ وای 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 خدای شکر خدای شکر خدای شکر. اینجا کافی یه گند کوچیک بزنی. وای داشت میرفت نه 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 نه. یه استوب نمی کنم دیگه. بریم دیگه به هر حال. شانس آوردم که پایین تر از این نیفتادم. آروم. خدا رو شکر. رسیدیم دوباره. خدا رو شکر. پایین تر خوب شد نیفتادیم. اسب نجاتمون داد. برو دیگه برو 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 برو. چرا نرفتی؟ خدا شکر. Nice. رفتیم بالاخره رفتیم. آروم آروم. به خدا بیفتی پایین. بازی رو پاک میکنه. نه بابا پاک نمیکنه. آروم باش آروم باش آرام باش آرام باش خدا بس دیگه. آرام باش آرام باش آرام باش آرام باش آرام باش آرام باش آرام آرام. میلاد آرامش خودت رو حفظ کن. اوف خیلی استرسیه بازیش. خدا رو شکر بالاخره بعد یه مدت رفتیم رو. و آخش اینجا یه ذره امنیت بالاتره. من استرسم کمتر میشه. اینجاها خیلی عجیبه. فرق کرده دیگه کلا. دیگه مثلا اون اسکلت نیستش. اون یکی اسکلت کله. باشه اینقدر نرو که من اینجا هاشا تو فیلمم ندیده بودم چون نتونستن خیلی ها. اوه. چه خبره؟ نه همونه فکر کنم. فقط برعکس شده. اینم فکر کنم از مرحله دوم بازی گلفینگ اوورید. نه خدای شکرت. نه چرا این میخوره به این؟
اگه ما شانس بیاریم و اینو بتونیم بریم، خدا رحم کرد. آهان همینه. میلاد تموم شد. تموم نشد. باش تموم نشد. حالا تموم شد بچه. مرحله دوم بازی گلفینگ اووری در 10 دقیقه. من در 5 دقیقه تونستم، نمیدونم چند دقیقه تونستیم بریم. تموم شه مرحله دوم. حالا بریم برای نمیریم برای مرحله سوم. مرحله سوم میذارم برای پارت بعدی، پارت سوم. مرحله سوم پارت سوم. بریم این برای پرچم دوباره. خب اینجا نمیدونم خورشیده یا نه. آره خورشیده. دوباره بعد این خورشید میرم و بذار ببینیم مرحله سوم چه شکلیه. خب صفحه فرق کرده و جذاب‌تر شده. بچه ها ممنونم که تا آخر این ویدیو رو دیدید. هر کسی که دیده و لایک و سابسکرایب یادتون نره. و پارت سوم اگه لایک کنی، پارت سوم بازی گلفینگ اوورید مرحله سومش رو واسهتون میرم. و لایک و سابسکرایب یادتون نره. و تا ویدیوهای دیگر خدا نگهدار. گفتم خدا نگهدار.